دوم اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر دوحه دولت قطر با مؤسس بانک بین المللی اسلامی قطر شیخ علی ابن عبدالله آل ثانی ملاقات نمودند. در واخور وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری تاجیکستان با این نهاد با نفوذ مالیوی قطر بررسی گردید. با جلب سرمایه قطری به اقتصاد تاجیکستان از جمله برای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های برای هر دو جانب سودآور توجه زیاد ظاهر گردید. شیخ علی ابن عبدالله آل ثانی که چند دفعه به تاجیکستان تشریف آورده و به کشور ما محبت زیاد داشته است، آمادگی خود را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های آینده‌دار ابراز داشت. از جمله راه‌اندازی همکاری در ساحه‌های تجارت، سیاحی و حفظ محیط زیست جالب و سودبخش نامیده شد. امروز با محترم جناب عالی بسیار ملاقات پرمحتوا داشتیم و برای سرمایه گذاری نمودن در جمهوری تاجیکستان سرمایه‌هایی که به منفعت هر دو کشور است ما بررسی نمودیم و اینچنین با دعوت محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما یک گروه از جمهوری قطر سرمایه گذاران به جمهوری تاجیکستان به نزدیکی سفر خواهیم کرد و آن ساحه هایی که برای منفعت هر دو کشور است آن را بررسی خواهیم کرد. از جمله در ساحه کندنهای معدنی و کارکردی آن فعالیت خواهیم نمود. درباره تاجیکستان تنها همین را گفته می توانم که چون که به همگان معلوم است آب آشامیدنی از همه زیادتر در آسیای میانه این از در تاجیکستان است و بسیار آب شیرین دارد و این چنین میوجات تر و تازه و از بس که من در بهار به تاجیکستان سفر کرده بودم تا حال آن خاطراتی که از تاجیکستان داشتم از یاد نمی رود و من تاجیکستان را دل پرانه می توانم گویم که تاجیکستان این جنت آسیا است.